بازیکنان هر دو تیم اکنون آهسته آهسته میآیند با عرصه مستحکم بینمایند، هرچند تو هنوز هم میتوان گفت که رسما این موقع را به خود نگرفته است. سرمربی به این تیم است و اگر باعث سرمربی میدان آمده به بازی تاثیر برساند. هیئت دسته خوجان بینندگان عزیز میدان هستند و در رفت رقابت امروز البته ما شما باز میتوانیم اون بازیکنانی که در ذخیره قرار دارند هم رسید و بعدا البته در این باره باز وقتا به داخل جریمه گاه یافورسکی ضربه میزند و تو به تیر دروازه میرسد. همه نفران رسمی که ربط دارند به رقابت امروزه حتی به نوبتی به خط هجوم رسانیده میشود. محمد جان مسکوف پاسیو خیلی پاس خوب، ضربه با گل. نوردین همراه قلوف حساب رقابت را میکشاید. میتوانیم بار دیگر ما متوجه بگردیم سراول توسط کنار. خیلی خوب محمد جان مسکوف بازی کرد پاسیو با موقع اوزاد که در آنجا قرار داشت. نوردین همراه قلوف شکروف در نزد توپ قرار دارد و از همین موقع ضربه میزند با طرفی دروازه. این رقابت در ضربه اینجا با طرفی دروازه و توپ از پاول دروازه میدان دو نفر بازی خوان کرد. هم استقلال و هم روشن. توجه میکنیم بین هجوم پرتاب به داخل جریمه گاه، وضعیت خوفناکی گازنی ضربه و این وضعیت برطرف میشود. چگونه رشون نظرف از کنار توپ را میگیرد، توپ را به داخل جریمه گاه میپرتاید و توپ را از دستش رها کرد. دروازه‌بان وحش همراه خیلی خوفناک ضربه و گل. دیان تومباس امکانیت خود را استفاده بردن توانست. گل حساب با کردن نمیشود به نظرم. بعداً اسکانیا مبارزه برد. اینجا به یک گل مشکلی است که اسکانیا تو با خود برد، ولی گپ شاید سر همون حالتی رود که بر مقابل دروازه‌بان قاعده بازی ویران شد یا نه. قاعده بازی ویران شده است. دوباره همین اشاره میکند. حساب رقابت 1-0 باقی میماند. گل حساب کردن نمیشه. پس تو به داخل جریمه گاه ضربه به طرفی دروازه و تو اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون میرود. و همین طریق دوستان ارجمند سراشته که دوبار بالا میگردد. دسته وحش با حساب 1-0 غلبه خود را به دست میارد.